سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با هم اومدیم بیرون فضای زیبای طبیعت رو با هم ببینیم. امروز میخوایم بریم با هم برای باغچه حیاتمون گل درختی بخریم. خواستم شما هم با من همراه باشین، از طبیعت زیبای گیلان لذت ببریم. بچه انقدر من این خیابون دوستش دارم که حد نداره. امیدوارم که شما خوشتون بیاد. الانم که ماه اردیبهشته، هوا بسیار بسیار زیبا و فوق‌العاده است. ببینید چقدر همه جا سرسبز و قشنگه. بچه تو فرصتشو دارین تو فصل بهار بیاین بیرون. درخت و طبیعت بیش از اندازه زیبا و قشنگن. بعد فصل بهار یه جوریه که هوا نه سرده نه گرمه نه پشه زیاده. شب و پشه ها تو تابستون دیگه اصلا نمیتونی بیای بیرون. الان هوا خیلی خوبه. وای من عاشق اینجا. ببینید چه پل قشنگی داره اینجا هم رودخونه‌شه. این داریم نزدیک میشیم به میدون چافچمخاله، میدون لنگرش. بچه من زیاد صحبت نمی کنم که سرتون درد نیاد. شما مثل من طبیعت زیبای این جاده لذت ببرید. یکم خورشید اینجا تو چشم میزن. همه جا قشنگ سبز شده. اون وسط اردیبهشتی. امروز چنده؟ 21 اردیبهشت 1404. همه جا قشنگ سبز خوشگل جیگر. بچه ما شمالیا چون انقدر توی طبیعت بودیم واقعا نمیتونیم دیگه شهرهای دیگه مثلا زندگی کنیم. دوست دارم و همه جای ایران رو دوست دارم. همه جای ایران زیباست، قشنگه، ولی خب دیگه شمال به نظر من یه چیز دیگه است. خیلی سرسبزه، خیلی خوشگله، طبیعتش که دیگه اصلا نگم براتون. ببینید جاده رو. بچه ما رسیدیم به گل فروشی. این هم گلا، هم گلای خوشگل. خب اینو ببینید.
برگاش تقریبا همین شک شده، همین شک شده موضوع داری همین اینا هم مثل همین دست در میاره نه؟ مثل چیز حالت آره دیگه این خاج میمونه، خزانی نیست، برای سوزنیه. بچه من هیچ حرفی نمیزنم که شما قشنگ نگاه کنین کیف کنین. الان ما اونو داخل کاشتیم برای بیرون در بگیریم که بذاریم بغل دروازه خیلی باشه. بچه اینا رو ببینی، اینا کالیسمانه. به زبان فارسی بهشون شیشه شور هم میگن. چه خوشگلن. آی من عاشق شیشه شورم. در بزنم خوشگل زحمت بکش. آره نه همه جاش همینجا بسته دیگه داره سرش موجود آره اون از داره که اینا مثل دید اومدیم ماشین دم بکیم نظارت بره همینجا از این بودم بیده عدد میگیشیم زایی بودم نه مشکل نه خوبه این ماشین نگیره عالی میدن اینجوری بری یک روزه خب همین دیروز هم که گفته جا نمیشه دیگه ببینید باهر که میشه فقط دارم باهر نمیشه بچه اینجا شالیزاره، ببینید چقدر خوشگله. اون ته لک لک ها هستن. ما شمالی ها بهش میگیم بیجار. وقت نشاه برنجا کاش شده، خیلی قشنگه. اینا کشاورزهای عزیزمون هستن که دارن زحمت میکشن. آسمون زیبا، اینم از بیجار زیبا. بچه صدای برگای صنوبری میشنوین؟ خیلی من صداشو دوست دارم. بچه داشتم بهتون میگفتم این اولین ویدیو کلیپ منه برای کانال یوتیوبم. امیدوارم که خوشتون بیاد، کم کم با هم صمیمیتر و دوستتر میشیم. امیدوارم که اگه لذت بردین از ویدیو من
کامنت های گرمتون به هم انرژی بدین که من بتونم کلیپ های زیباتری براتون درست کنم. بچه‌ها ازم حمایت کنین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. این جای قشنگ از این به بعد بیشتر میبرمتون با خودم. اینم مسیر جادهشه. اینم درختای صنوبری که بهتون گفتم صدای برگاش میاد. اینجا گل فروشی بود. امیدوارم که از کلیپم خوشتون اومده باشه. به این میگم این گیاه برنجه که به زبان گیلانی بهش میگیم توم. این قسمتی که این توما رو تقسیم بندی کردن بهش میگن توم بیجار، که اینا وقتی در این حد میشن از این توم بیجار جدا میشه و به زمین اصلی منتقل میشه که به این شکل در میاد که از اواخر مرداد یا اوایل مرداد برنجا برداشت میشن. وای بچه ها اگه بدونید چه چشمانداز قشنگی داره. ببینید خانم در حال زحمت کشیدن هستن. کشاورزا واقعا زحمت میکشن. دست تک تکشون رو میبوسم. اینا همون لکلک هایی که بهتون گفتم در حال پروازن. بعد یه باد خیلی خنکی میاد، آدم کیف میکنه، دلش نمیخواد از اینجا بره. بچه تا دلتون بخواد گیلان زیبای ما از این طبیعت‌های خیلی زیبا و خوشگل داره. حالا با هم کلی کار داریم. معرفی کنم من مهدیه هستم. قرار اینجا با هم کلی خوش بگذرونیم، کلی طبیعت زیبای گیلان رو ببینیم، با هم دیگه لحظات قشنگی رو داشته باشیم. امیدوارم که خوشتون بیاد دیگه. همین دیگه بچه ها. ببینید چه باد خوبی میاد. داریم برمیگردیم خونه که گل کالیسمانمون رو به تو باغچه حیاتمون. بچه ها این درخت کالیسمانمون رو که خریداری کردیم آوردیم گذاشتیم تو حیاتمون. حالا قراره که بکاریمش. براتون میذارم مراحل کاشتش و بعد اینکه گذاشتیمش. بچه امیدوارم از ویدیوی من خوشتون اومده باشه. امیدوارم که لذت برده باشین. یادتون نره که با لایک و سابسکرایب و کامنتتون به من انرژی بدین. پیشا پیش از لایک، کامنت، سابسکرایبتون ممنون و سپاسگزارم.